خیال کردم که چی یا نو بابام گذشتن و همین ماتمی مراسمی همه چی را گذرانده سادیم. برای همین قدر منزل آباد کرد و خود به منزل بموند، مرده کفن کرد و خود به کفن برفت. دوستان عزیز منزلش آباد کنید، آباد که نکردید گاه گاه یاد کنید. این روز هم از یک طرف روز شادی و فرح برای ما است، یک روز بزرگ است که خاک مبارک قهرمان تاجیکستان به وطن برگردانده شد. از طرف دیگر این برای ما یک روز غم و اندوه، یعنی به خاک سپردن شخص نزدیکترین